داشتم آماده می شدم به خونه خاطرات برگردم. آخر هفته رو معمولا اینطوری میگذروندم. ساعت 3 شب گوشیم رو حالت هواپیما بود، اما یه پیام اومد. ولی من منتظر کسی نبودم. پیامو با تعجب باز کردم. یه وایس از یه غریبه ناشناس. برنگرد، اون هنوز اونجاست. دستام لرزید. صداش بعد 8 سال. وایس منو کنجکاوتر کرد. شاید هنوز زنده باشه، شاید یه اشتباهی پیش اومده. بس برگشتم مصممتر. بارون نرم میبارید. خیابونای خاکستری محله قدیم بوی مرگ میدادن. خیلی ترسناک بود. یه حسی شبیه عذاب وجدان داشتم. دلم میخواست فرار کنم، دلم میخواست ادامه مسیر رو نرم، ولی کلی حرف داشتم بزنم. فقط دلم میخواست یه بار دیگه بغلش کنم. یعنی میشه همه چی درست شه؟ رسیدم به اون خونه، همون خونه لعنتی. در خودش باز شد. بوی خاک و نم میومد. خونه بدجوری حس مرگ میداد. همه چی همون جوری مونده بود، مثل همیشه، مثل 8 سال پیش. حتی قاب عکس. خیلی تعجب کردم. عکس خالی بود. عکسی که ما دوتا توش بودیم نبودش. یه پیام جدید اومد. تو قول داده بودی فقط دروغ نگی، زیر قولت زدی، وقت تلافیه. خیلی گیج شده بودم. اون مرده بود، خودم خاکش کردم، خودم تا صبح کنار قبرش بودم. ولی مطمئن بودم که صدای خودشه و صداش خوب میشناسم. صداش برام قشنگترین موسیقی دنیا بود. با ترس از پله‌ها بالا رفتم. قدمام صدا میدادن، اما اسم کردم یه نفر دیگه هم تو این خونه است، انگار تنها نیستم. پشت من جلوی پنجره همون موی خیس، همون لباس. اشک تو چشام جمع شد. بغض گلومو گرفت. تو؟ نمردی؟ قول داده بودی دیگه نیای اینجا، پس چرا میای؟ چرا الان اینجایی؟ فقط میخواستم بدونم اون شب چی شد؟ من باعثش بودم؟ تو رفتی، من افتادم. هیچ کس باور نکرد که تو حالم دادی، حتی خودت. من هیچ وقت خولت ندادم. من فقط رفتم. رفتنت همون کشتنه بود. فکر کردی بعد تو میشه زندگی کرد؟ اشکام افتادن روی زمین چوبی. نمیدونستم خوابم، بیدارم، دیوونم، مجرمم. مثل سگ پشیمون بودم. فقط میخواستم زمان به عقب برگرده تا دیگه اون اشتباه نکنم. الان من قاتلم؟ جفتمون همو ترک کرده بودیم، جفتمون هم دیگه رو کشتیم. دوتا مرده بیرو. تو قول داده بودی، ولی همه تون میشکنید. نور کم شد. اتاق تاریک شد. برگشتم سمت در بسته بود. برگشتم سمت پنجره. دیگه کسی اونجا نبود. واقعا من کشتمش؟ یعنی رفتار من؟ نه، من این نبودم. من راستش از زندگی خسته شده بودم. قلبم تیر میکشید. دیگه تحملشو نداشتم. اون پلا بهترین درمان واسه درد من بود. مرگ عاشق باید شبیه معشوقش باشه دیگه، نه؟ صبح روی مبل چرمی بیدار شدم. بارون قطع شده بود. فکر کردم همه چی خواب بوده دیگه. نمیدونستم کجام، مردم، زندم، اصلا تو کدوم دنیا، اینجا کجاست؟ این حجم حال بد کارمای کدوم کارم؟ حالم خوب نبود. سرم درد میکرد.
خاطرات روحمو چنگ میزد و قلبم تیر میکشید. اگه بهت گفتم نیا به خاطر همین بود. بعد جور رفتی تو قلزه. همون خاطراتی که داشت نمه منو میکش، حالا تصمیم گرفتن از سرم بیان بیرون و گلومو فشار بدم تا سریعتر خلاص شم. نمیدونم تنهایی دیوونم کرده بود یا نمیشه حس اون همه درد و بغض و با قدرت کلمات واسه‌تون تصویر رو کشم. نمیتونم. شاید من نمیتونم. شاید یه کسی دیگه براتون بتونه این کارو کنه. رفتم تا پاکت سیگارم بردارم. یهو چشمم به یه قاب عکس روی مبل افتاد. همون قاب عکس، همون عکس قدیمی، ولی یه فرق داشت. من توش تنها بودم. یه چیزی زیر عکس نوشته بود. دستخط خودشه. نوشته بود قول داده بودی دیگه بر نگردی، ولی من هنوزم منتظرتم.